بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه محصلین نهایت عزیز. امید که صحت کامل و ایام مملو از خوشی ها و استفاده های نیکو داشته باشیم. به ادامه درس های قبل خود که به فصل نهم رسیدیم، ما روش های انرژی را مطالعه میکنیم. در روش های انرژی دو موضوع مورد نظر است: یکی کار خارجی و دیگر کار داخلی. کار خارجی را قبلا خواندیم و با مثالایش بر ما واضح شد، ولی کار داخلی را به مفهوم انرژی داخلی و یا انرژی تغییر شکلی مطالعه میکنیم. در ابتدای حال انرژی تغییر شکل در حالت بارگذاری محوری مورد نظر خود قرار میدیم. شما زمانی که یک میله داشته باشین و ایره تحت یک بار محوری n به شکل تدریجی بارگذاری بکنین، معلوم است که این میله تغییر شکل میده، طوری که خود n که کار خارجی را انجام میده، بعد از انجام کار خارجی به شکل انرژی داخلی تبدیل میشه. که حال انرژی داخلی را که چگونه دریافت میشه مطالعه میکنیم. ابتدا یک قسمت از این میله را ما قطع میسازیم و میبینیم که نیروی داخلی و تغییر شکل داخلی که در حقیقت امان کار داخلی و انرژی داخلی را شکل میده کدام ها میباشند. وقتی ما یک قسمت از این را قطع بسازیم، نیروی معلوم در داخل از این نیروی محوری است که ما به انزبر نشان میدیم و معلوم است که همین نیرو باعث تغییر شکل عنصر میشه که را به دلتای کوچک نشان دادیم. حال وقتی بخوایم انرژی داخلی را مطالعه بکنیم، بازم عین شکل درس قبل واره که در کار خارجی مطالعه کردیم، بازم کار در داخل امی عنصر که به شکل انرژی ذخیره میشه، در حقیقت بازم قوه ضرب از امو تغییر شکلش است که یک بر دو بازم در حقیقت از به خاطر تدریجی بودن بارگذاری وجود داره. کار خارجی و داخلی در حقیقت مساوی است. در بیرون بار خارجی و تغییر شکل‌های ظاهری و در داخل نیروی داخلی و تغییر شکل‌های خود عنصر در نظر گرفته میشه و یک بر دو از اثر بارگذاری تدریجی ایجاد میشه که قبلا گراف هایش مطالعه کردیم. حال میبینیم که می انزبر و ای دلتا قیمت هایشان چه مقدار است. وقت ما از مجموعه معادله FY مساوی به صفر که قرار بدیم، قیمت انزبر مساوی به قیمت خود این اما بار خارجی پیدا میکنیم. ولی قیمت دلتا را با استفاده از قانون هوگ که شما میفهمین امی خود رابطه بین تغییر شکل نسبی و تشنج با مدل الاستیسیتی این گونه است. شما در قسمت خود پیدا کردن امی دلتا از امی رابطه استفاده میکنید. قیمت تشنج که در حقیقت قوه بر سطح هست قیمت گذاری میشه، ای به جای خودش میباشه و به جای تغییر شکل نسبی که تعریفش تغییر شکل حقیقی بر طول اصلیش است با طرفین وسطن ای تناسب، شما میتونید که قیمت دلتا را پیدا کنید که n ضرب l بر ای. حال امی قیمت دلتا را و امی انزبر را در معادله اصلی خود که بگذاریم، انرژی داخلی ما در حقیقت n مربع ضرب l بر 2ai حاصل میشه که این را به ذهن خود کاملا میسپاریم اگر مسیرش فراموش هم شود، ولی معادله نهایی در حقیقت باید به ذهن ما باشه و یکی چگونه به دست آمد مسیرش هم شما دریافت کنید. حال در حالت دیگه ای را مطالعه میکنیم. وقتی که حالت بارگذاری تفاوت داشته باشه و یک شکل باشه که باعث انحنای عنصر شود، بازم یک بارگذاری تدریجی را در نظر میگیریم که باعث انحنای عنصر شده. وقتی که باعث انحنای عنصر شد، معلوم است که نیروی قابل ملاحظه در داخل امی عنصر ما
نیروی مومنت انحنایی است. به این شکل که حالا بخوایم انرژی داخلی مطالعه بکنیم، قوه و تغییر شکل بخوایم بدانیم که چی است. نیروی داخلی قابل ملاحظه بازم گفتیم که مومنت انحنایی و تغییر شکل ما در حقیقت امو تغییر زاویه است. در قسمت خود مومنت خو یک قطع گرفته پیدا میشه از عنصر، ولی در قسمت دی تیتا در فصل گذشته ما خوانده بودیم که چگونه پیدا میشه و ثبوتش هم کردیم. بازم ما چون یک قسمت کوچک از نظر گرفتیم، پس انرژی قسمت کوچک 1/2 از اثر امو حالت تدریجی و قوه ضرب در امو تغییر شکلش هم در حقیقت کار داخلی یا انرژی تغییر شکلی. خود دی تیتا را در فصل گذشته با تفصیل کامل و با ثبوت فرمولا فهمیدیم که m/ei dx در قسمت کوچک و اگر انتگرال گرفتیم انتگرال m/ei dx است و در قسمت خود مومنت هم که قطع میگیریم. حال وقت می دی تیتا را قیمت چه دریافت کردیم در معادله اصلیش بگذاریم m/2ei dx. وقت بخوایم در کل گادر مطالعه بکنیم و امی قسمت کوچک حالات چه تطبیق بدیم به همه گادر، در حقیقت انرژی انترنال یا داخلی در حالت انحنای عنصر یا حالت انحنایی امو سیستم مجموع انتگرال m/2ei dx میشه و این هم در حالت انحنایی. همین دو حالته که مورد مطالعه بعدا هم قرار میگیره. حال میریم به سوی اصل روش انرژی که در حقیقت در ابتدای فصل مطالعهش کردیم یا به عنوان اصل کار و انرژی. در اصل کار انرژی در حقیقت مساوات قرار دادن کار خارجی و انرژی داخلی است. حال با استفاده از دانش قبلی که در مورد کار خارجی و انرژی داخلی پیدا کردیم، میخواییم که تغییر شکل پیدا بکنیم در انتهای همین گادر کنسولی که تحت یک بار متمرکز به شکل تدریجی قرار گرفتم. اصل کار انرژی و اصل کار و انرژی در حقیقت امی فرمول است که اینجا به شکل هایلایت شما میبینید. حال میریم به قسمت جداگانه فرمول. ابتدا امی انرژی اکسترنال یا خارجی از ایره که در حقیقت همون کار خارجی است، ایره مطالعه میکنیم. جداگانه ثبوتش کرده بودیم که حال 1/2 پی دلتا است. میریم به قسمت خود انترنال یا داخلیش که در سلاید قبلی را ثبوت کردیم که انتگرال m/2ei dx. این از دو قسمت فرمول که در این حالت کنسولی گادر مطالعهش میکنیم. وقت ما چیزی که اینجا مهم است در قسمت کار خارجی کدام جزء مشکل و مغلق نداریم. 1/2 یک عدد است، پی همی بار است، دلتا هم تغییر شکل که در انتها میکنه. و در قسمت داخلی انرژی تغییر شکلی m در حقیقت مومنت انحنایی است که ما با یک قطع گرفتن از عنصر معادلهش ترتیب میدیم که m مساوی -p در x. وقتی شما یک قطع بگیرین از اینجا قسمت قطعش همینجاست، معادلهش هم داریم. ای و آی هم شما میفهمید که قیمت های ثابت میتونه داشته باشه و ای نیاز به کدام محاسبه خاص نداره. و با در نظر گرفتن امی خود قیمت مومنت انحنایی در معادله که مربوط انرژی با قیمت گذاری امی معادله مومنت در انتگرال و انتگرال گیری در طول گادر قیمتش حاصل میشه 1/6 پی مربع l/ei. حال معادله اصلی را وضع میسازیم که قسمت اولش 1/2 پی دلتا و قسمت دومش هم 1/6 پی مربع l/6ei است. با استفاده از این مساوات که در حقیقت اصل کار انرژی را بیان میکنه میتونیم قیمت دلتا را پیدا کنیم. قسمت هایی که اختصار میشه اختصار و قسمت باقی ماندهش پی l/3ei است که در حقیقت تغییر شکل در امی تحت امی بارگذاری پی
به ما به خیلی راحتی به دسترس قرار میده که شما به گمان اغلب شاید این مثال را کار کرده باشین، البته با قیمت های عددی در فصل 8 با یک مسیر خیلی طولانی تر و میتونین که همین قیمت گذاری را که فعلا حاصل شده در خود پوش کتاب هبلرم حالات خاص را قیمتش ببینیم یا مطالعه بکنیم. حال شاید به ذهنتان سوالم رسیده باشه اگر ما میخواستیم در قسمت وسط را تغییر شکل از را پیدا بکنیم باز چگونه میشه، یا همی دفلکشن از را و ای که اگر 2 بار گذاری میداشتیم باز چگونه میشد. یک معادله داریم و چندین مجهول. اینجاست که در حقیقت محدودیت های روش کار انرژی معلوم میشه. ما متاسفانه در روش کار انرژی که امی قسمت را که قبلا شما مطالعه کردین یا امی روش قبلی را که مطالعه کردین، گرچه یک روش واقعا آسان و مستقیم بود ولی کاربردش برای مسائل خیلی خاص انتخاب میشه. قسمی که دمی سلاید قبلی شما دیدین چی محدودیت ها داره؟ محدودیت همیست که سیستم تان باید تنها تحت یک بار قرار گرفته باشه مثل حالت قبل، به خاطر که ما امکان تشکیل تنها یک معادله وجود داره در می حالت، پس یک محدودیت است، زیادتر از یک معادله تشکیل داده نمیتونیم. و دیگه تغییر مکان صرف بر تحت بار عامل دریافت شده میتواند که قبلا در انتهای گادر تنها پیدا کرده میتونستیم و در یک قسمتاش پیدا کرده نمیتونستیم. امی از محدودیت های خود روش کار انرژی که برای رفع همین محدودیت ها ما روش کار مجازی را در حقیقت انتخاب میکنیم و در کتاب پیشنهاد شده. ولی ایره بدانیم که روش کار انرژی خود اساسش، اصل کانسپتش قابل استفاده در روش کار مجازی است. روش کار مجازی که در حقیقت همون روش کار انرژی است، یک روش کمکی است به خاطر استفاده از اصل کار و انرژی که در او حالتهای مغلقه میتونیم به خیلی راحتی حل بکنیم. فقط فهم کانسپت اصل کار و انرژی مطلقاً ضروری است به خاطر درک روش کار مجازی و یا روش های بعدی که در درس بعدی به مطالعه روش کار مجازی میپردازیم. وقتتان بخیر، به امان خدا باشین.